سه ربسروی توژک رو در پی یک باطل با اتهام استفاده از دشنامهای فاش دستگیر و هر کدام را به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. در این باره با نشر عکس ربسرویان افشوده در گروه اندیشه در فیسبوک خبر دادند. بنا به نوشته مؤلف، ربسرویها چوریف حسین سال تولدش 1992، طالبوف قربان علی سال تولدش 1998 و سفرов فریدون ضمن برگزاری باطل به یکدیگر سخنها و دشنامهای فحش گفتند که به شأن و شرف و اعتبار فرزندان توجک رست نمیآید و سپس نوار تحقیرآمیز و فحش خود را در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. خوشبختانه از جانب مقامات کارهای داخلی برای این کردار غیر اخلاقیشان دستگیر گردیده مهلت 5 شبانه روز از آزادی محروم کرده شدند. تفصیلات دیگر درباره این قضیه داده نشده است. اطلاع رسمی نیز درباره حکم این سه ربسرو نشر نشده است. خود این هنرمندان نیز هنوز چندان شناخته شده نیستند. از عکس نشر شده برمیآید که 2 نفر آنها با تخلص صدم و ام فاوک هنرنمایی میکردند. باطل که بین ربسران تاجیک هم مود شده است، یک نوع رپ در شکل استفاده آزاد کلمه هاست که مثل شعر سفید وزن و قافیه معین ندارد. در وقت باطل آوازخوانهای رقیب باید حاضر جوابی کرده رقیب خود را در جایش با سخنان نشانرس مد کند. ولی جای تأسف آن است که بعضی باطل سراها تمام معیارهای ادبی و اخلاقی و فرهنگ گفتار تاجیکی را هنگام باطل رعایت نمی کنند. سخنهای قبیح و دشنامهای بی‌مورد را به زبان میآورند که خیلی تأسف آور است. نوشته است اندیشه مؤلف خبر حبس 3 ربسرو در گروه اندیشه.